با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان و سلام دوستان عزیز، خیلی خوش آمدین به یک ویدیو دیگه از کانال یوتیوب خودش من چنل یوتیوب مرزلند. خب دوستا، ادامه ویدیو قبلیه که تا قسمت اسپینادی آمدیم. خود شما انا حال از اینجا خودش ما قرار که بریم سمت خلوردو و از قسمت بکرآباد و پست نمبر 1 اینا بریم و زیبایی های بین از رو خود شما تماشا میکنین. امیدوارم که ویدیو به شما لذت بخش باشه. از شما دعوت میکنم که تا آخر ویدیو خودم همراه باشین و اگر تا حالا از به چنل مرزلند نشدن لطفا چنل مرزلند رو سابسکرایب کنین. بابت تأخیر در پخش ویدیو از شما عذرخواهی میکنم و بریم خود شما که ویدیو رو ببینید. خب دوستا، قسمت اسپینادیه و خود شما از این قسمت رد میشیم و میریم به طرف جلو و دقیقا تایمیه که نماز جمعه بود. من فیلم میگرفتم و جلو رو ما چون مسجد جامعه ملا آدینه از این قسمت مسجد سرک کلا بند کرده بودن و ما مجبور شدیم که دوره کنیم از این سمت خلاف سرک بریم و یک بلاک رار کلا خلاف رفتیم. بریم خودشون رو طرف جلو و ادامه ماجرا رو میبینیم. خب دوستا، جایی که گفتم که رار بند کردن و از این جیمه مجبور شدم که دوره کنم و به سمت خلاف سرک پیش بریم و این مسجد جامعه ملا آدینه چون در این نماز کلا سرک بند میشه و وسط سرک هم فکر میکنم که جا نماز مینازن و نماز میخونن و ما مجبور شدیم که این بلاک کلا چی کنیم خلاف بیم و از اینجا پس دوباره دوره کردیم و به سرک اصلی و از دست اصلی خوب راه ادامه دادیم. در ویدیو قبلی یک از دوستا از ما گله کرده بودن که شما به عنوان از اینکه الگو هستین نباید که خلاف برین یا مثلا خود نوجوان تصادف کرده بودید که من گپ از اونا رو واقعا میپذیرم. تصادفی که با دوست عزیزی که داشتیم او تصادف تقریبا 80-90% گناه خود از اونا بود و از قسمت خواجه که به خلاف رفتم از اون جیمه واقعا تخصیص خود میپذیرم و عذرخواهی میکنم از اینجا شما و ان شاءالله که در آینده تکرار نمیشه و همیشه از قانون پیروی میکنیم. خب دوستان عزیز، رسیدیم کم کم به فلکه بکرآباد، قسمت بکرآباده و این هم فلکه زیبای بکرآباد که یکی از زیباترین مناطق شهر هرات ما و شما بکرآباده، خاطره که هم آب و هوا خیلی جالبی داره و همین که خیلی آبادی شده قسمت ها. از این دوستا وارد سرک استاد خلیل خلیلی فکر بشیم. البته خلیل خلیلی فکر میکنم که بلوار قبلی بود و این بلوار به اسم استاد مشعل یاد میشه و خودش میره رو سمت پسته نمبر 1. خب دوستان، این قسمت ها قبلا یا شما باشه کلا متفاوت بود و کلا سرک خراب بود و اصلا یک وضعی بود، ولی حال زمین تا آسمان فرق آمده نسبت به چند سال گذشته. اگر من ویدیو در داخل چینل داشته باشم که حتما لینک میگذارم بریم ببینین و سعی کنین که چقدر تفاوت آمده. بلوار کشی شده و تماما اینجا دکان جور شده به خاطر قبلا اینا نبود، قبلا گاراژ بود اینجی و کلا یک همیزدی گفتیم مردم هم میامد، ولی حال خیلی شلوغ پلوغ شده و خیلی هم یک منطقه زیبای شده و فلکه زیبای بکرآباد که LED داره و یک طرف یکی از کمپانی ها تولید شده و قسمت روبرو ما که و داخل پل رنگینه اونا فکر میکنم میره، ولی ما دوره میکنیم به سمت چپ و میریم روی سمت مصطفیت و قسمت تانک مرکز و قسمت. خب دوستان عزیزی، قسمت قیزون که میگم به سمت راست ما بود که ما بازم مستقیم ادامه دادیم برا خوب و بریم خود شما و زیبایی زی سرک میبینیم. سرک زیبای پل پشتو که میگن یا خیابان امام بخاری و خود شما بریم به طرف جلو و نزدیک به تانک مرکز شدیم خود شما کم کم، چون روز جمعه و از او خاطر کم فارغ تره، ولی روز جمعه اگر شما از سمت نمازدگر بیایم کلا این قسمت ها متفاوته و کلا فرق میکنه و رستوران زیبای پارمیز که همیشه شلوغه
و در شبای جمعه و شبای شنبه اصلا جا برای مشتری خونه دارن، چون مکان خورده کلا ظرفیت اون تکمیل میشه. خب دوستان عزیز، رسیدیم به دانک مرکز و فلکه دانک مرکز رد میکنیم و خود شما رو به طرف جلو. در مقابل ما هتل تاریخی پارک قرار داره که قراره در ویدیوهای برنامه‌های آینده که از یادها و خاطرها ان پخش میشه، در ویدیوی قدیمی از 60-70 سال پیش خودشون بررسی میکنیم که از داخل هرات گرفته شده. ببینید که این استرک دقیقاً همین قسمتی که ما فعلا قرار داریم چقدر فارغه و اصلا آدمی وجود نداره که اینجی رفت آمد داشته باشه یا مثلا گاڑی موتر باشه، کلا یا و مثل یک سرکی که هپاروت باشه. دقیقاً همین رقمه. خب دوستان عزیز، وارد سرک پارک ترقی شدیم که سرک استادیوم هم هست و این سرک یکی از زیباترین سرک ها دوستا شده که خیلی عقب نشینی دادن. زیادتر از جاهای را تغییرات آمده که واقعا در یک قسمت نمیشه که ما به شما یک توضیح یک سرسرکی بدم بعد یک بلاگ جداگانه بگیرم از اینجی و این دو طرف سرک هسته اینا کلا فیلم بگیرم و توضیح بدم که تغییرات که اومده با شما به چشم ببینید. ولی فوق العاده زیبا شده اینجی و این قسمت هم که استادیوم هراته که فدراسیون فکر میکنم هرات هم هسته و این هم یک فروشگاه جدیدی که ایجاد شده ولی داخل فکر میکنم خالی هنوز. کم کم نزدیک شدیم به سرک زیبای ولایت و در مقابل ما برج ولایت رو میبینیم که یکی از زیباترین نمادهای هرات ما و شما همین برج ولایته. نماد ما ولایت اینایه و نماد هرات ما و شما. در که سمت راست دوستا و رسیدیم به قسمت چرای مصطفیت. چرای زیبای مصطفیت داریم در تصویر و دوره میکنیم به سمت چپ و سمت سرک گواشاد بگم یا سرک قلوندو. سرک زیبای قلوردو یکی از زیباترین سرک‌های دوستا بنا به آب و هوای خیلی زیبایی که داره. سرک قلوردو که هست دوستا پیش از اینکه سرک 64 متر و مثلا بالا شهر اینا به وجود بیایه اینجا بالا شهر گفته می شده و همین حالی هم هسته و یکی از خوش آب و هواترین منطقه ها در هرات همین سرک قلوردو و این منطقه قلوردوه. خب دوستان رسیدیم به قسمت باغ مراد و خودش ما میریم به طرف جلو و زیبایی های ایجاد خودش ما میبینیم.
خب دوستان نهایت عزیز، ممنون از اینکه تا این لحظه برنامه خودم همراه بودین. اگر ویدیو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال مرزلند اگر تا حالا سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشن داشته باشین تا از آخرین آپدیت های کانال ما با خبر باشین. تا ویدیو بعدی شما رو به الله بی نیاز میسپارم. روز و روزگار خوش.